بسم الله الرحمن الرحیم. اولوتان رینادیل انصاف علی هدایت هستم و برنامه 184 مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب ترکی قدیمی چند صد سالی دستنوشته خطی و تخصصی در یک زمینه خاصی آغاز میکنم. امیدوارم که با هر کتابی که کتاب ترکی قدیمی آشنا میشیم یا کتاب ترکی که آشنا میشیم و با یک تمدن مکتوب، تمدن فکری، تمدن عاطفی، تمدن اخلاقی، تمدن دینی ترک آشنا میشیم، بتوانیم در این دریای معرفت و شناخت ترکی از مهندسی جهل دورتر بشیم و در این مهندسی ببخشید من داشتم دنبال کتاب میگشتم. در این جهان ترک بتونیم روز به روز به خودمون اعتماد ملی بیشتری پیدا بکنیم و بتونیم دوباره برگردیم به یک قدرت جهانی بدل بشیم. دیروز ترجمه لوامع القدسیه، لوامع صاحبگرانی رو خواندیم و البته کاری که دیروز انجام دادیم فکر کنم باید 2 رو 1 رو روشن میکردیم. این کتاب بود که به ترکی این رو خوندیم که اسم کتاب به عربی هست، ترجمه شده من لا یحذره الفقیه. این کتاب بود که دیروز اون رو خواندیم و کتاب بسیار جالب ادبی و دینی بود. در اصل یک نوع نگاه شیعی به مسائل نماز بود البته، ولی به زبان ساده و به نظر من زبانشناس نیستم و خیلی هم با زبان ترکی رابطه خوبی نداشتم در عمرم و الان تلاش میکنم یاد بگیرم. به نظرم لهجه ترکی لهجه قشقایی هستش که فکر میکنم زبان و لهجه ترکی رسمی در جنوب اون چیزی که ایران نامیده میشه جنوب ایران بوده که از هرمزگان و الاهواز و اصفهان و کرمان و یزد و کاشان و اینها رو شامل میشده تا چهارمحال و بختیاری ایلام. اینها رو به نظرم این زبان درش گسترش داشته. البته به نظر من دوباره در همون دوره زبان ترکی تبریز و آذربایجان امروزی، یعنی نه آذربایجان 4 استان، آذربایجانی که بسیار وسیع تر بود همون لهجه بود، ولی در این مدت به خاطر بعضی از مسائل احتمالاً یه مقدار زبان ترکی در اینجا نرمتر شده. امروز میریم یه دیوانی بخونیم، لطفی و دیوانی زکی ولید. حالا ببینیم که این چی هستش. اینجا یک شماره داره و حالا این احمد زکی ولیدی احتمالاً این باشه. حالا اینجا با یه دست یه چیزی نوشته شده، این لطفی هستش. من احمد خوندم، احتمالاً لطفی احمد زکی ولید یه چیزی باشه. لطفی هم آنون دیوانی، یعنی لطفی و دیوانش. اینجا یه عدد گذاشته، احتمال میدم 3182 باشه و فزائد امید مطبع. حالا این هم که این کتاب چاپخونه هستش، در 1914 چاپ شده، حدوداً 100 خرده‌ای سال پیش در اواخر عثمانی احتمالاً این کتاب چاپ شده. اینجا ما مهر کتابخانه رو میبینیم و شماره هایی رو که در اینجا نوشته شده و این مهر هم یه مهر دیگری هستش، لطفی هم آنون دیوانی. این دیگه
اگر من بخوام این رو تبدیلش بکنم دقیقاً تبدیل میشه به تبدیل سال میلادی به قمری بذاریم اینو. این اگر اینجا باشه میلادی به تمشی به میلادی به قمری، میلادی به شمسی. حالا بگیم که سال چند شد؟ 1914 1900 اگر اشتباه نکنم 1914 بله 1914. حالا ماهشو بذاریم اینجا ببینیم این چی میشه. 1332 چیز هست قمری هست و 1292 بله دقیقاً اواخر یه 10 سالی مونده یا شاید هم بیشتر که عثمانی منقرض کودتا بشه بر علیه عثمانی. تاریخ انقراض عثمانی میگه که امپراتوری عثمانی در 1 نوامبر 1922 این هم 14 بوده، یعنی 8 سال بعد احتمالاً از حذف شده. لطفی احتمالاً در دوره این کتاب در دوره مرحوم سلطان بزرگ عبدالحمید ثانی نوشته شده باشه. لطفی هم آنون دیوانی. اول یه نگاهی خیلی کوتاه به کتاب میندازیم. کتاب در 45 صفحه چیز اومده، یعنی 45 صفحه بیشتر نیست. اگر من یه سرعتی به خرج بدم میتونم این رو از اول تا آخرش رو در 2 ساعت بخوانم. خیلی صفحات البته کلامی هم که در هر صفحه نوشته شده خیلی کمتره. میبینی که از نظر چیز هم خیلی خوب ننوشته. احتمالا اینها شعر دیگه اینجوری نوشته، از سمت راست هم این رو چیز نکردن، همینجوری خواستن چاپش بکنن یه چیزی رو، این قواعد راست نویسی رو درش مراعات نکردن، چپچینی کردن در اصل. یعنی میشه اینجوری گفت که کتاب چپچینی شده. چاپی هست معلومه، حروف رو میبینیم اینجا، کاغذ کاهی هستش و این تعداد صفحات، پایگرافی هم داره، چیز زیرنویس هم داره، یعنی پای نویس چی میگن، تابندا، عدد میذارن در بالا، در زیر اون رو لغت رو توضیح میدن. همین این هم پایان کتاب دیگه تقریبا رسیدیم و اینجا گفته که Yıldız gazetesinin 1914 yılgı جالبه، این یه لهجه دیگری از ترک است. یلغی 1320 1322 1326 1332 1335 nümerelerinden ayrılıp basıldı. حالا این مجموعه میگه که در یک این آدم در مورد این ولید، در احتمالا احمد ولید لطفی، احمد ولید یا احمد ولید لطفی، یه چنین چیزی باید باشه. این در این روزنامه یلدوز روزنامه‌سinde bu تاریخ، در این تاریخ‌ها هم درباره خودش و هم درباره اشعار خودش رو چاپ می‌کرده که از اینها جمع کردن و به شکل یک کتاب این رو منتشر کردن و اینجا ما در پایان جلد هم این رو با حروف کریل می‌بینیم که روسیه قدیمی که چاپ شده. جالب هست این. برگردیم به کتاب. مشهور جغتای، حالا اینجا با جغتای رو هم گفته، مشهور جغتای شاعر لطفی آنون حیاتی هم اشعاری توغرسونده
روس هم غربی پاژوپانگ. حالا این دیگه پاژوپانگ یه اصطلاح نمیدونم چی هست، من نمیدونم این رو. شرقه حالا اینجا شرفقه یا شرقه یه چیزی. حالا اینجا مشهوره که به جغاتای نوشتن، همین کلمه جغاتای مشهوره که این کتاب ترکی جغاتای هستش، به لهجه ترکی جغاتای هستش. پس مشهور جغاتای شاعری لطفی، آنون حیاتی هم اشعاری تغرسنده در راستای روس هم غربی پاروپانگ شرقه آید شرقه احتمال میدم این غلط املایی دوتا شده. شرقه آید ədəbiyyatında heç bir تفتیش bulmağı yok. تفتیش کار تحقیقاتی. بولماق هم چه؟ همون بولماق انجام دادن. bulmağı yok. Otgan bil فرغانقه پور. حالا اینجا پور رو خط کشیدن، بعدن روش حالا شاید هم خط نباشه نمیدونم این، چون در جاهای دیگه هم افتاده. فرغانه پور وشمده هم سنغی بخارا سفرمده مینا لطفینün اشعاری بلا اشعاری بلا یعنی با اشعار بلا اشتغال etüp anın hayatı ve eş'ari hakkında malumat etmeni gınayet edir ihtimalen gınaytur ki mümkün buldu biz ilk lütfi anın hayatı ve eş'ari hakkında fakat خوند همان احتمالا خان باشه خوند امیرinin Habib-ü Seyrindeki bazı sözleri hem nevayinin mecalisi nefais hem muhakimetul lügateynlerinde yazganı argılığına hükm ite edik yani hükm kerdیم. Argılı yani saf buden, temiz buden ihtimalen be این معنی هستش. Argılığına hükm ite edik. İndi buna ikinci bir eserler koşuldu. Hem şairin divanının bin yaxşı yazılgan nüsxeleri de tabardı ya tapıldı. با دی دسته‌دار نوشته tapıldı. پس میگه که هم شاعرین دیوانının bir احتمالاً bin نوشته احتمالاً یعنی bir yaxşı yazılgan nüsxeleri de tapıldı. حالا اینجا یه مهری زدن روی، نمیدونم چرا این چند تا مهر رو میخواد پشت سر هم بزنه تو کتاب، یه دونه کافیه دیگه، این جدیدن زده شده. نگاه کنید در این صفحه ببینید 1 2 3 4 این هم 5 این هم 6 در یک صفحه 6 تا مهر رو زدن روی کتاب. چه خبرتونه؟ یه دونه مهر کوچولو این حاشیه بزنید که زدی تموم بشه. 6 تا مهر در یک صفحه برای چی هستش که مطلب خوانده نشه؟ مجالس النفائس ده lütfi hakkında bu sözler yazılgan نوشته شده اند. در مجالس النفائس لطفی درباره لطفی اینجوری نوشته شده. چی نوشته شده اینجا بخونیم. حالا اینجا یه ستاره گذاشته، یازılgan رو احتمالاً در زیر توضیح داده که biz bu üründe مجالس و نفائسün hakkında şehrinde dostumuz Yunuscan Hacı'da da Muhammed oğlu mülkünde bu lügat nüshesinden istifade etmez. Yunuscan Hacı'nın nüshesi Mecalis-i Nefais nüsheleri arasında bir eski, hemen bin ya big eski
هم بیگ بک احتمالاً پک باشه، به معنی امروزه در ترکیه پک باشه. بیگ یا بیر، هر دوتا به نظر من درست در میاد. بیگ aşançıları cümlesinden bulganan bir teftiş sünde bildik. حالا دوباره اینجا اومده یه دونه اینجا هم مهر زده و شمارش رو نوشته. دوباره حتما در صفحات بعدی این کار رو تکرار کردن. بریم ادامه بدیم. Sözler şey yazsın. Mevlana Lütfi Aleyhirrahme öz zamanının Melikül Kelami irdi. Farsi ve Türkida neziri yok irdi. Ama Türkida şöhreti Göyrak irdi. Göylere. Göyrak irdi. Ve Türkçe divani meşhurdur. Ve müteazzirül cevab metle'aları bar evvel cümledin biri budur kim. حالا میگه اون یکی از اون جمله هایی که در اول اشعارش خیلی مشهوره میاد، اون رو داره میخواد بگه. در کتابی که قبلا دو سه جلسه قبل درباره فن شعر، هنر شعر، قواعد شعر نویسی و شعر، تحلیل شعر و اینها رو داشتیم معرفی میکردیم، در اینجا این مثلا چیز رو گفته، متعذر چی هستش، مطلع چی هستش، اینها رو گفتن، ولی ما دیگه نخوندیم، کاری هم باهاش نداریم که نمیخوایم تخصصی. حالا اگر دوستان خواستن میتونن روش کار بکنن. متعذر الجواب مطلعلاری بار var. اول cümleden biri budur. var بار همینه و به ب تبدیل شده در زبان ترکی میشه و این تفاوت لهجه‌ای رو ببینید چقدر کم هست. حالا ما در گذشته 4-5 تا کتاب این کتاب در این سال چاپ شده، ولی در زمان مرحوم سلطان حسین بایگرا نوشته شده، یعنی بیش از 500 سال 570 سال پیش نوشته شده این کتاب. ولی این کتاب یه نسخه ای رو پیدا کردن، از این نسخه رو گفتن بهترین نسخه است که ما در پایین هم این رو خوندیم که چه نسخه ای هستش، و بعد این رو چاپ کردن در اواخر عثمانی. 8 سال مونده که عثمانی علیهش کودتا بشه، این رو چیز کردن. حالا داریم یه شعری رو از اونجا میخونیم. نازکلük یعنی هنرمندانه، ظریف، اینجوری. نازکلük içre بلیچه yok تار گیسویی. بلی کمرش به قدری نازکه که تار مو هم نمیتونه باهاش رقابت بکنه. نازکلük içre بلیچه yok تار گیسویی. تار گیسو همون گفتیم تار یک کلمه ترکی هستش که وارد زبان فارسی هم شده. öz haddini bilip bildin oturur goy yine biri bu kim. ببخشید این یه نبری بو کیم یعنی این یه شعر دیگر. پس شعر اینجوری: نازکلük içre beliçe yok tar giysuyi. öz haddini bilip bildin oturur گویی. گوی انگار که این گوی یه پرنده هستش به نام گو، همون گو، یک گو، مثل اینکه یک گو نشسته، یا زیبایی رو تفسیر میکنه به این. احتمالاً گردنش هم بلند بوده این یارش. یه نبیری بو کیم. یک شعر دیگر: سید اتی دلبریم منی آشفته ساچ دین. یک دلبری که ساچهاش آشفته بود، گیسوهاش آشفته بود، من رو صید کرد. saldı kemend boynuma iki gulaç din. این کمند گل، این دو بازو، iki گلاچ. البته گلاچ یه چیزی دیگه ولی مجموعش اینه، یعنی دستان بازش رو اینجا به این معنی است که به کمند دور گردن من کرد، من رو یعنی بغل کرد. چقدر زیبا میگه این بغل کردن رو، میگه که saldı kemend boynuma iki gulaç din. و مولانانın zafernaame tercümesi da 10 بیتیدی، 10.000 احتمالاً 10.000 بیتیدین 10,000 بیت بوده. آرتوغراق بیش از 10,000 بیت.
حالا و مولانانن، همین یعنی مولانا لطفی، و مولانانın zafername tercümesi da on min beytiden artık مثنویسی بار و هستش، بار بیازغه یازمغان، در حالا بیازغه یعنی سفید، بیاز سفیده، کلمه عربی هستش. امروز هم در ترکیه برای رنگ سفید از کلمه بیاز استفاده میکنن. در آذربایجان از آغ استفاده میکنن. Beyaz yazmağan üçün şöhrət tutmadı. Velakin Farsıda qəsidəguyi ustazlardın gübeynin müşkil şiirleriyle cevap etip یک آدمی بوده احتمالاً من اینو گبینینگ مشکلی احتمالاً اینجوری بودن، ولی کوبی یه شهریه انگار، حالا نمیدونم در کجا هستش. میگه اونجا به اشعار مشکل شعرای فارسی جواب داده. ایتیب یعنی گفته، ایتمک، ایتی ایتیب، ایتیبدür و یخشی ایتیبدür. یخشی اینجوری ما در قره‌داغ آذربایجان یخشی میگیم، یخشی نمیگیم حتی، یخشی. ایتیبدür یعنی خوب، نیکو. 99 پاشadı yaşadı ببخشید 99 yaşadı ve ahir ömrü dardık ömrü yedardık aftab şiiri 99 il 99 سال عمر کرده yaşadı ve ahir ömrü dardık ömrünün dar zamanı احتمالاً اینجوری به عمری داردق یعنی دار یعنی تنگ. عمر به هر چقدر دراز باشه به نظر من هم تنگ میاد. آفتاب شعری ایتی، آفتاب شعری خیلی تند بود. حالا اینجا تند ایتی یعنی کسیجی، کسر، برنده. کیم زمان şuaraسی barcesi تتبع kıldılar. زمان شعراسی یعنی شعرای زمانش، بارجسی اونهایی که بودن، تتبع kıldılar hiç gaysı ança ita almadılar. hiç gaysı یعنی احتمال نگرانی اینجور چیزا یا نقد احتمالاً بگیم. anca ita almadılar. اول مطلع budur kim؟ حالا اون مطلعش چی است؟ حالا اینجا از هر شعرش یه مطلعی رو میگه از بعضی زمان. ای زلف شب مثالت سایه پرور آفتاب. ای زلف شب مثالت سایه پرور آفتاب. نگاه کن چقدر زیبا میخواد بگه که موهات خیلی سیاهه، زلفت خیلی سیاهه، ولی چقدر زیبا میگه ای زلف شب مثالت سایه پرور آفتاب. شام زلفت را به جای ماه در بر آفتاب، در بر آفتاب یا در بر آفتاب، اینم میشه خود البته. و اوتار vaktinde، اوتار احتمالاً باشه، اینو نمیدونم چیه، یا واوتار vaktinde. واوتار چی هستش این کلمه رو نمیدونم، این یک کلمه احتمالاً باشه واوتار. Vavtar vaktinde bu gazel kim? Tuganmay kaldı. Tokunmamak kaldı. Tuganmay yani tokunmadılar. Dest beş nezeden. Vesiyet kıldı kim? Hazreti Mahdumin Nura katip öz divanları beda divanileri da bitsunlar. حالا وصیت کرده که فلانی این دیوانهاشو تموم بکنه. دیب اول حضرت هم یعنی گفت و این حضرت هم تو کاتب جمع کرده öz divanları da بیتیلار و اول مطلع budur. حالا اون اول مطلع این دیوان هم اینه. kim budur kim؟ گر کار دل عاشق با کافر چین افتد به زان که به بدخویی بیمهر چنین افتد. خیلی زیبا.
چون حالا در اشعار ترکی ما با چینی ها همسایه هستیم. بخشی از ترک ها که در جهان قدیم از اروپا تا چیز پخش بودن تا انتهای آسیا، با چینی ها هم مرز بودیم، همسایه بودیم و اونها در زیر بیراق ما ترک ها زندگی میکردند. در نتیجه میگه گر کار دل عاشق به کافر چین افتد، به زن که به بدخویی بی مهر چنین افتد. مولانا yiğitliği ulum zahiri tekmil kılgandın sonra tekmil kılgandan sonra tekmil kerden, kılgan kılmak, kılgandın sonra Mevlana Şehabuddin خیابانی علیه الرحمه. حالا اینجا یه خیابانی نامی در اونجا بوده، مولانا شهاب الدین خیابانی علیه الرحمه. قشدا صوفیه طریقda hem suluk kılgandır. Aziz ve müteberrik kişi irdi. Bu fakir Parsida küp fatihler okuyuptur. احتمالاً کوب اینجا به معنی یا اون شهر باشه یا به معنی زیاد باشه. کوب فاتحalar okuyuptur. Umid ol kim? Çün derviş kişi irdi bazı müstecab bulmuş Bulgay Mevlana'nın قبری شهر نواهی صدا کنارده kim در کنار یه شهری هست اسمش نواهی، احتمالاً قبری شهر نواهی صدا کنارده kim öz meskeni andadır. مسکنش هم اونجا بوده، در نزدیک اون شهر این دفن شده. قبری قبیر یا قبری هر دوتا به معنی در زبان ترکی رایج هستش. البته در ترکیه مزار هم گفته میشه، ولی در آذربایجان قبیر یا قبری. البته قبیر وقتی میگیم که bir قبیر میگیم قبیر، ولی میگیم فلان کسی قبری، نمیگیم قبری. البته قبری هم در قرداغ گفته میشه. من به خاطر اینکه قرداغ هستم این لهجه رو قرداغی هستم این لهجه رو باهاش آشنا هستم. İkinci mecliste sağa ki doğrusunda sulgan söylegan üründe nevai ayet یا ite برای نوایی چنین مولانا سکاکی ماورا النهر دین سمرقند اهلی آنا کوب معتقد. اینجا کوب همون که چخ، اون صفحه قبلی هم که یه کوبینی خوندیم یعنی چخونو. کوب اینجا به معنی چخه یا کوب به معنی چخ. آنا کوب معتقد دولار و به غایت تعریفین گلورlar یعنی تعریفش میکنن، گرامیش میدارن. اما فقیر سمرقند'da İrkan'da müərriflardın hər neçə təfəhhüs qıldım kim onun nətaici təbiindən hər neçə ankılayın tərif qılğanlar içə nimə zahir bulmadı. Nimə nəmənə hiç çizi. Nimə یعنی هیچ چیزی. نیمه ظاهر bulmadı. حالا ایشون میگه که من در مورد ایشون در سمرقند رفته، سمرقند اونجا سمرقند و بخارا اون طرفا رفته و اونجا از شعرا و اینا پرسیده که آقا چیزی در مورد این شخصیت میدونید؟ میگه نه هیچ کس چیزی نمیدونست. نیما ظاهر bulmadı. Barça din qalsa sözləri budur. Kim؟ حالا این رو چه کسی گفته؟ این نوایی اینجوری نوشته. نوایی که در زمان همین شیخ یه ذره بعدش احتمالاً میزیسته رفته حالا پرسیده دیگه. ما قبلا اشعار نوایی رو معرفی کردیم در اینجا. دلخانجه ظاهر نیمه ظاهر، نیمه حتی امروزه هم در
در بخش‌های از آذربایجان جنوبی هم به کار برده میشه به همین şekil نیمه. Zahir Bulmadi Barçedin kalsa sözleri budur. Kim Mevlana Lütfi'nin barça varsa hala ehtimalen yaxşı sözü anındır. Uğurlab öz atiğə qılıbdır. O yerlerde bu no oxşaşı şeir. Okşamak şعر این شعرهایی که حالا امروزه اخشاماق بیشتر در گرداغ رو دارم میگم، من ادبی کاری ندارم، نمیدونم چیه. خب ولی در گرداغ آذربایجان وقتی یه عزیزی فوت بکنه، نزدیکان اون خواهر، مادر، دخترها، معمولا اینها و البته خاله ها و عمه ها و اینها، معمولا خانوم ها میان تو اتاق میشینن. حالا قبلنا که اینجوری بود یه دست لباس اون رو میذارن جلوشون، یه نوع تجسم سازی میکنن، اون رو خیلی خوب انگار که زنده هست خوابیده، لباس ها رو میذارن، حالا کفشش بوده اونو میذارن زیر پاش، مثلا شلوارش و کت شلوارش و هر چی بوده اونها رو میذارن، کلاه داشته اونو میذارن و گریه میکنن، به سر سینه‌شون میزنن، بعضا صورتشون خراش میکنن، ولی اون در حال گریه کردن به نوبت اینها شعر میگن. به این شعری که همونجا از دلشون برمیاد و میگن اخشاما میگن. و اخشاما کلمات رو کنار هم بچینید آهنگین بکنید هست. این آهنگین رو اخشاما، شعر هم یه نوع اخشاما هستش. من امروزه هم در کتاب‌های دیگه هم دیدم این اخشاما رو به کار بردن به معنی شعر. ol yerlarda bir növ oxşaşı yok. Məzəsiz mukabiralar gahi واقع bulur bitür. میگه که شعر نیستش، گاهی بیمزه، یه چیزایی مزه‌سیز، بیمزه، مکابره‌لر، حالا یعنی چیز رو میگه دیگه، سمرقند رو انگار میگه، نمیدونم کجا رو میگه که در اونجا گاهی حرفای بیمزه‌ای رو میزنن. 8. مجلسته، حالا این مجلس ها مجلس چی هستش، منظورم فصل کتاب هست یا چی، اینجوری نوشته شده در اون دوره، در داخل یک کتابی مجلس میگفتن به جای فصل، اینجوری. 8. مجلس سلطان حسین بایگرا توغروسinde söylegan، سخنانی که söylemak شده، گفته شده، söylegan yerde tağın Hüseyin Baygira'nın lütfi şiirlerinden bazılarına taklid, bazıların tekmil ve tahmis kılganların söyleyip bazı sözler getire ki bunların indiki halda Lütfi'nin eş'ari hakkında söylegan ürünmez da yazarımız. خاندا همون خان احتمالا خوند خواند نوشته شده ولی این خونده دیگه، خواند امیر حبیب سیرنده، خواند امیر حبیب السیر، این احتمالا کتابه، اسم کتابه، خان امیر حبیب السیرنده، در کتابی که اسمش حبیب السیر هستش، سلطان ابو سعید میرزا سلطان ابو سعید میرزا معاصر بولغان، باهاش معاصر بوده، بولغان علما و فضلانی sanağan üründe Mola Lütfi'nin hayati hem eş'ari toğrusunda da yazgan، در مورد این هم در مورد حیات و اشعارش نوشته. lakin anın yazganı iş bu مجالس و نفائس dağından başka تگül اینجا نوشته. این هم در بخش های از اردبیل به جای دگیل تگül گفته میشه،
تگül. این دوتا به هم تغییر پیدا میکنن. ته بده قبلا گفتیم تگül دگül اینجوری گفته میشه، ولی تگül هم من شنیدم. لاکن آنون یازغانی، کتابی که اون نوشته اینجا یازغان به معنی نوشتن. یازغانی ایشبو مجالس نفائس داغندن، یعنی اون چیزی که این مجالس نفائس داره باشگاه تگül دگل. اینجا تگül رو یک گذاشته رفته پایین توضیح داده. من میرم اینجا رو میخونم. گاراگöz حبیب یا گارانız احتمالا باشه. گاراگöz حبیب السیرün 1857 yıl Bombay'de basılgan nüshesinden cildi 3 cüz'i 3 صفحه 199. این کلمه رو، این جمله رو که در بالا گفته بود، این رو از کجا در آورده؟ میگه که گاراگöz حبیب السیرün در کتابی که در سال 1857 یل بمبعیده، دقت بکنید این زمانی که دیگه اشغال هندوستان تکمیل داره میشه از طرف انگلستان. انگلیسی ها دارن اینجا رو دیگه تکمیل میکنن. حالا انگلیسی ها در بمبئی، در کلکته، این اون جاهای اصلی که انسان های باسواد ترک و غیر ترک اونجا هستن، هندی ها و اینها، اینجا این انسان‌های بسیار ارزان قیمت از نظر درآمد رو استخدام کردن برای شرق مسلمان و کشورهای آسیا. تاریخ می‌نویسن، زبان درست می‌کنن، سیاست می‌نویسن، تاریخ می‌نویسن، روزنامه چاپ می‌کنن. تاریخ رو برای اینکه آینده رو اداره بکنن. الان در اون سالها نگاه کن اینجا می‌بینیم که 1857 اینها چند سال میشه الان؟ اینو ببینیم. ببخشید من اینو 1857 ازش کم بکنیم 2025 رو میشه چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ این خیلی اشتباه شد. 2025 ازش کم بکنیم 1857 168 سال پیش اینها. البته میدونیم یه لغتنامه هستش که یکی از دوستان هم برای من فرستاده، هم خودش قرار بود تو این برنامه شرکت بکنه. در اوایل این برنامه ها باهاش صحبت کرده بودیم، ولی خب من به خاطر ضعفم در زبان ترکی و این چه آشنایی نداشتم اینو گذاشتم. حالا هم دیگه یه جوری شده که تماس نگرفتم بعدها، ولی ایشون هم یه لغتنامه ترکی فارسی فرستاده که اون هم در اونجا نوشته شده. ما میدونیم که اولین روزنامه‌ای که به زبان فارسی نوشته شده در اونجا نوشته شده، یا ارمنی ها نوشتن. نگاه کنید اینجا هم مسئله هست. حالا بریم. نوایی üzünün nesâimül mühibbe min şemâimül futuve دیگان کتابنده. نوایی یک کتابی داره که ما قبلا نوایی رو ازش شعر معرفی کردیم، که در یک کتاب özünün، کتابش اسمش چی هست؟ نسائم المحبه من شمائم الفتوه دیگان دیلن، یعنی این چیزی که گفته میشه، کتابی که به این اسم خوانده میشه. دیگان کتابنده مولانا لطفی. حالا اینجا یه چیزی نوشته عدد 2 رو گذاشت کتابنده. این ببینید این کتاب، درباره این کتاب خیلی طولانی در زیرنویس صفحه توضیح داده. 2 نسائم المحبه من شمائم الفتوه جامینون، اون جامیه که اشعار ترکی فارسی هم داره. جامینون نفخات الانس، این نفحات الانسünün علی شیر طرفinden قلنغان ترکی ترجمه‌سیdir. این کتاب رو اسمش ترجمه ترکی از جامی هستش، که ما هم یک کتاب ترجمه ترکی ازش رو در اینجا، از جامی رو اینجا در همین برنامه ها معرفی کردیم. قلنغان ترکی tercümesidir. Bu kitabın bir nüshesi 1909 yıl Petrofiski tarafından Azyatiski Muzege Adiye، احتمالا هدیه باشه، این هدیه قلنغانچı، این گاراگöz. حالا اینجا گاراگöz
آدمی که احتمالاً رفته این کتاب رو جمع کرده و تازه نوشته و اینا اسمش گاراگوزه. گاراگوز حالا اینجا انگلیسی نوشته، اینجا 1911 دیگه، اینا انگلیسی نیست ببخشید، اینا کریل، الفبای کریل هستش و من باهاش آشنایی دارم. بریتانیا موزخانه سینداغ نسخه سیندن، این هم از نسخه‌ای هستش از همون کتاب ترکی ترجمه شده از جامی که در نسخه در موزه بریتانیا نگهداری میشه. گاراگوز دوباره این رو گفته که این کتاب در اونجا نگهداری میشه. Başka nüshesi bulmağın üçüncü bir tamam bulmağın nüshesin Samailoviç خیواخانه‌نن. خیوا یه شهریه، خیوا که یه شهری هم در احتمال میدم این در ترکستان، حالا یه کجایی از ترکستان باشه، ولی خیوا یکی هم در آذربایجان غربی اردبیل، در استان اردبیل هستش که گرمی فکر میکنم گفته میشه. خیوا خانونun kitaphanesinde görgan یعنی görülüptü. görgan. این هم دوباره یه شماره گفته که این شماره هستش. ده ikinci nümre haşiyeni Karagöz. حالا اینم داخل اون کتابه. bu sene min Bukhara seferimde Gerşi şehrinde، یه شهری گرشی بوده، گرشی، حالا هر چی بوده تلفظشو ننوشته که منم درست بخونم. گرشی شهرinde bu kitabın bin yakşi eski nüshesin tabup encümen danış hesabine aldım. میگه که وقتی سفر کرده به بخارا، در اونجا در شهر گرشی یک کتاب رو دیده، بیر یخشی میشه، این بین بیر یخشی از چه نسخه قدیمی شو تاپتم پیدا کردم، انجمن دانش حسابینه، به نام انجمن دانش اون رو خریدم. موندان باشکه یه bin tam bulmağan nüshe men türü Gurgan'da İshak Khan türe gulunda gördüm. حالا میگه که یک کتاب دیگری که کامله، تام، bir tamam bulgan taptım، یک کتاب کامل. Başka yine bin tam bulgan nüshesin türe Gurgan احتمالا یه جاییه. گورگان میدونیم که امروز گورگان گفته میشه، احتمالا اونجا باشه. مقبره هایی که مثل اون چیزی که اهرام مصر گفته میشه که اهرام مصر پدرش در سومالی هستش. من با یک متخصص سومالی صحبت میکردم، میگفت که در مصر یه تعداد اندکی اهرام بزرگ هستش، ولی اگه بخواید اهرام رو ببینید، زادگاه این اهرام سومالی هستش که درش 10,000 اهرام کوچیک وجود داره. حالا کوچیک چقدر هستش زاویه هاش من نمیدونم، ولی خب منظورش این بود که 10,000 از این اهرام قدیمی‌تر از اهرام مصر وجود داره. حالا در میان ترک ها هم افراد بسیار مشهور خانها رو که چیز میکردن در کوه مانندهایی، البته ظاهرا هم به این شکل که ظاهرا در یه جای دفن میکردن و بعد خاک رو از اطراف جمع میکردن میریزن اینجا و این یه کوه میساختن در بالای اون. احتمالا داخلش خونه بارگاه هم باشه نمیدونم چیزی، من در مورد اینها تخصص ندارم. یکی از دوستان ما در این مورد تخصص بسیار زیبایی داره، نمیدونم خودش رفته دیده یا نه، ولی خب در ترکیه تحصیل کرده و در این باره باستانشناسی خونده اگر اشتباه نکنم. ما هم از معلوماتش در جوناس تیوی یه مدتی استفاده کردیم. خب حالا این رفته در اونجا تورگورغان، همون گورکان احتمالاً باشه که یه شهری هم در تبریز، اطراف تبریز به نام گورکان باشه احتمالاً، که اونجا میگه یک کتاب خیلی کاملی رو که خان فلان نگه می‌داشت، اسحاق خان نگه می‌داشت، میگه اون رو دیدم. من آلغان نسخه، من اون موقعی که آلدم اون چیزی که من آلغان نسخه 115 ورق
31-23 santimetr zorlukta. zorluk زور یعنی اینجا به ارتفاع چیزشو میگه، بلندیشو میگه، طولشو میگه. Zorlukta Mevlana Lütfi hakkındaki sözleri 170 اینجا نمرده علی شیرین bin Nadir Bulgan bu eseri nefhatun ihtimalen باشه، tercümesi yine tögül ihtimal tökülmek, dökül ya degil ihtimali باشه، tögül ya degil. belki نقلیب، حالا اینجا یه روسی نوشته دوباره در، نقلیبیdir یا بله نقلیبیdir. Çünkü Oğlu Hacı'nın eserinde bulgan bazı adamlarını kaldırıp anda bulmağın küp meşayihlerini, şairlerini, hususen Türk halkının milli şeyhlerin yazgan. نگاه کنید اینجا از کلمه ملی هم استفاده کرده. کلمه ملی شاعران ملی، خیلی جالبه. و اینجا یک کلمه دیگری هم گفته، شاعر شیخ ملی şeyhlerin yazgan. نگاه کنید meşayihlerini، şairlerini، meşayih ve şairler خصوصا Türk halkının milli şeyhlerin yazgan. حالا ما از ملی شیخ ها میترسیم دیگه. خب برگردیم دوباره متن اصلی را. نوایی özünün Nesaimül Muhabbe min Şemaimül Fütüvveddigan kitabında Mevlana Lütfi Tuğrisi'nde eğitmek ihtimalen همون گفته نوشته خلق کرده. ایته تحصیل ایامدا مولانا شهاب‌الدین خیابانی خدمتگه تیار میرسه به خدمت ایشون. تیار یتشر، تیار ایگاندور و یا ایناندور احتمالا، ایناندور و آداب طریقه سلوکینی آندین کسب گلور ایرگاندور و آلارچه شاعرlik طریقیدا معروف و مشهور بودی. اما درویشlik طریقینی داغی ilikdin yibarmadı. Bu fakir barmasiğe bu fakir barmasiğe yani yetişmağına küp iltifati bar irdi ve fatihalar ogur irdi ve daim. حالا این رو چه کسی نوشته؟ اینجا گفتیم که خود نوایی این کتاب رو نوشته. گفتیم که نوایی رفته در سمرقند، دیده که اثری ازش نیست. حالا نوایی در اون، یعنی این کتاب خیلی قبلتر از نوایی نوشته شده. حالا من تلاش میکنم ببینم که آیا میتونیم یه چیزی در مورد زندگی از گوگل، یه چیزی در مورد زندگی مولانا، بذارید این صفحه چندم بود ببخشید، صفحه 6 یادمون باشه، ولی من برم این لطفی جغات‌های شاعری لطفی. خب این حالا اسم کاملش رو کجا بود؟ گفت یه جایی لطفی زکی ولید لطفی، احتمالا یه چنین چیزی باشه. این احمد چی هستش؟ این چرا زکی ولید لطفی؟ بذار بنویسیم ببینیم زکی ولید لطفی رو چی میاره. زکی ولید لطفی به عربی گذاشتم که اینجوری داره می نویسه. زکی ولید لطفی ولید لطفی زکی محمود، این هستش. نه این نیست. بذار ببینیم این جغتایی بنویسیم. جغتایی دفترشون باشه. حالا این اسمشو اگر کامل بتونیم پیدا بکنیم
این رو من می نویسم بررسی بکنیم ببینیم که به هر حال این قبل از نوایی بوده. اگر نوایی رو تاریخش رو در بیاریم، نه اینجا دیگه اینها هم نشد. پیدا میکنم اسمشو، بریم صفحه 6. خب tarikati dağı ilikdin yabarmadı. Bu fakir barmsiga küp iltifati bar irdi ve fatihalar ogur irdi ve daim valide mulazimetiga به همراه ملازمت همین عربیه ملازمتیغه و رضای خاطریغه ترتیب گلور ایردی 90 yaştın tecavüz kılganda Hazreti Mahdumi nur mergedeh nur nevvere mergedeh nura atiğe redif suhan geside atıp ayetip getirüp irdi getirüp idi ki zamanın hoş guyları barça خوب اوگه ببخشید اوگه یعنی اوخیه müslem tuttular ve ol hazret dağı insaf birdilar ve anın metle'i budur kim? Hala یه شعرش اینه مثلا زهی حدیث لبت قوت فوت و جان و روح و سخن احتمالاً قوت باشه زهی حدیث لبت اینجا فوت نوشته قوت و جان و روح و سخن گل رخت سمن آرای بوستان سخن اول حضرت şükürguzarlık yüzidin mazeret izhar kılıpdılar dediler. Kim bu şiirinin selesi öhdesidin biz çıga almaz. نمیتونیم از عهده دادن سله این شعر بر بیاییم. اینجوری گفتن اول حضرت şükürguzarlık yüzidin yani به خاطر yüzünden şükürguzarlık yüzünden معذرت izhar kılıp معذرت آوردن عذرخواهی کردن kılıp دیدیلار yani گفتند kim bu şiirinin selesi öhdesinden biz çıga almaz biz meger almaz biz yani نمیتونیم از عهدهش بر بیاییم مگر مقابل دا هم گسیده sizinin های شما رو اتن گزغا بگذاریم اتاق مگر اینکه در مقابل اون اشعار شما رو به قرار بدیم اتن گزغا aytgay biz Mevlana dediler kim? Ani sizgan asan kılır biz sizin gigan iski تونینگیز حالا اینجا داخل خود این چاپخونه یه کروشه باز کرده اون اسکی رو اینجا تونینگیز نوشته که نمیدونم یعنی چی اسکینی گدایلق گلور گدالق گدا هم گفتیم به آدم پست گفته میشه حقیر گفته میشه حالا به معنی کسی که دلنچلق میکنه گدایی حالا دیگه فارسی رفته شده گدا دیگه همین من با یک زمانی در تهران که روزنامه سلام کار میکردم اواخر دیگه کارم بود هنوز از سلام اخراج نشده بودم به خاطر اون مقاله‌ای که نوشته بودم تو یک جشنواره مربوط به روستایی ها که برگزار میشد یه مسئول روابط عمومی اون جشنواره بودم مهمان ها و اینها رو حالا از هر جهتی اینها رو چیز میکردم برنامه‌ریزی میکردم خبرنگاران رو مهمانان رو خوابگاه و اینها رو اینا
بخشی هم بودجهشون دست من بود. حالا در اون چی میخواستم بگم، با یک بزرگواری آشنا شدم، خیلی پیر، خیلی انسان شریف. اومد با یه جوانی هم همراهش بود، اومد گفتش که مثلا گفتن این مسئول فلان چسک منم، این من رو نشون دادن، این اومد دست دادیم. خیلی انسان شریف، خیلی لطیف، با احساس لطیف و قدش هم البته یه مقدار کوتاه. گفت من گدا هستم. خیلی به من تعجب شد، گدا هستم. گفتم استغفرالله. گفت نه من گدا هستم. دوباره به من یعنی خودم خجالت میکشم، چرا این میگه به خودش گدا، احتمالاً از من یه چیزی میخواد. گفتم نه این فرمایش. گفت آقا اسم من گداست. این فامیلش، اسم فامیلش گدا بود و افتخار هم میکرد. فکر میکنم جزو دراویش بوده باشه. من دیگه فرصت و مجال نکردم بعدها کار سیاست و زندان و اینها، دیگه فرصت نداد با این انسان شریف آشنا بشم. Gedaylı qılır bizgə silə bulğay ol həzrət üzrxahlıqlar bilə kəsvətbi Mevlanağa gedirdiler. Mevlana bir gayet suxdə kişi irdi. 99 yaşı da alemi din ütti. Alemdin yani az alem ütti geçti. Ötmek, geçmek. Ötti, sönmek. بیشتر به معنی خاموش شدن چراغ و شمع اینا رو اتماخ میگفتن، اگر یا خاطرم باشه. ötti قبری کناردا دور. کنار احتمالا اسم یه جایی، یه شهریه، یه روستایی، یه محلیه. قبری کناردا دور. کنارda dur. Öz meskeni irdi. Bu metle'i din, bu taife meşrebinin çaşnisi zahirdir. این چاشنی کردن این رو. چاش، حالا دیگه این یه کلمه ترکیه دیگه رفته به فارسی شده چاشنی مثلا. چاشنیسیdir. چاش به چند معنی در ترکی به کار میره. اول کی حسن اتیبهانه ایلینی شیدا قلغالی. Ol ki hüsn etdi behane elini şeyda qılğalı, göz göydü qıldı seni özünü peyda qılğalı. Birden bu nüshesi Bukhara'da Gazi Kelan kitapxanesinde، Gazi Kelan، حالا کلان روستای ما هست، اونجا هم یه آدمی بوده اسمش کلان بوده. Gazi Kelan kitapxanesinde saklanmakta bulğan Tezkiretü Tevarih isimli kitapta مولانا لطفی. حالا این ادامهش رو بخونیم اینجا. مولانا لطفینده حقینده، مولانا لطفی حقینده کجا رفت؟ مولانا لطفی حقینده اینجا گفته 1486. احتمالاً این کتاب در اون زمان نوشته شده. 1486 میلادی. بذارید ببین چه سالی میشه. ما اینجا اومدیم گفتیم که اینجا بود 1486 میلادی. بذاریم اینجا حساب میکنه، میشه قمریش میشه 864 هجری قمری. من این رو دوباره اینجا بنویسم برای خودم. 864 قمری در این کتابی که اونجا نوشته شده بوده. حالا یه چیزی گفته میلادیش هم 1486 بود. ما اینجوری حالا فرض گرفتیم که این هستش. این هم صفحه احتمالا 149 باشه. حالا برمیگردیم اینجا یه چیزی نوشته بود، این رو بخونیم. تذکرت و تواریخ کتاب کابل علماسیندن عبدالله کابلی نن اثریدر. یه عالم ترکی
ما ببینید افغانستان رو مصادره میکنیم به فارسا. بعضی از این دوستان ترک ما که یه مقدار آشنایی ندارن به تاریخ و جغرافیای زیستی ترک ها، مثلا میخوان برای فارسا رو مثلا یه چیزی بگن، میگن که افغانستان سیزیندür آذربایجان بیزیمدür. یه چیزی نیست. افغانستان مال ماست. بزرگترین یک بخشی از بزرگترین آثار ترکی و حاکمیت ترک ها افغانستان بوده. خود این افغانستانی هایی که اومدن شاه سلطان حسین رو برداشتن ترک بودن. حالا و خود این سلطان حسین باینگرا و اون چیزها، اینها در افغانستان، کابل، اینها قندهار، اینها چیز داشتن. کابل فکر میکنم، حالا من یادم نیست، قندهار بود، اونجا پایتختش بوده. و کتاب‌های گفتم یک بهترین بخشی از بهترین کتاب‌ها و گرانترین کتاب‌ها و نقاشی‌ها در اونجا برای ما، از اونجا برای ما به ارث رسیده و جزء تمدن مکتوب ترکی که در افغانستان امروزی برای ما به یادگار مونده. حالا یک کتابی هست به نام تذکرات تواریخ، کتابی کابل ulemasından Abdullah el-Kabili'nin eseridir. Kitap özü Hindistan'da Ekberşah vaktinde. Ekberşah vaktinde حالا 1990 yıl تألیف ایلگان 990 احتمالاً شمسی چیز باشه، نمیدونم شمسی باشه یا قمری باشه، نمیدونم، قمری احتمالاً هست. میخواستم بگم میلادی، میگم شمسی. میلادی باید باشه، ولی به نظرم میاد که این میلادی نیست، این قمری هستش. این کتاب رو در اونجا 990 برای چی 990؟ برای اینکه این کتابی که در بالا اسمشو گفتیم در اونجا در مورد این مولانا نوشته شده، اون 864 هجری نوشته شده. این هم احتمالاً یه 100 سال بعد، 120-130 سال بعد نوشته شده. 990 یıl تألیف ایتیلگان olmuştu شده کرده است. قاضی کلان کتابخانه سنداغı، یعنی اون چیزی که در کتابخانه قاضی کلان هستش. قاضی کلان کتابخانه سنداغı نسخه سی müellifinin öz قلمیyle 1010 yılda yazılgan. این کتاب به قلم خودش، اون کتابی که در اونجا هست به قلم خود نویسنده، میگه که این میلادی بود، اینجا میگه که در 1010 نوشته شده بوده. دوباره اینجا یلدا یازılgan نوشته شده. اینجا یه عددی میده که در کتابخونه هست. این تذکرات التواریخ، در این تذکرات التواریخ به تاریخ روز یکشنبه، حالا این رو از متن داره تعریف میکنه یا یکی در داخل کروشه این رو مینویسه. در داخل گفته شه این تذکرات التواریخ به تاریخ روز یکشنبه 11 شهر ربیع الاول 11 شهر ربیع الاول سنه الف و عشر 1010 از قلم شکست رقم مسکین فقیر احقر عبدالله جناحی، احتمالاً کلاهی هم باشه ولی من اینجا کناهی میخونم، کلاهی کابلی، البته بالا گفته بود که کلاهی هستش احتمالاً، کلاهی کابلی در قصبه برکت ماتیله. اینم حالا اینجا خود این چاپخونه یه علامت سوال گذاشته داخل پارانتز که نمیدونیم درست خوندیم یا نه، درست نوشتیم یا نه، این رو گذاشته. صورت تحریر و سمت تصویر یافت. دیگان احتمالاً چی؟ اما کتابın başında müellif özün fakirul-hakir azaf ibadullah-ül-melik-ül-veli Abdullah-ül-Kabili deyip itqan یعنی نوشته، گفته. پس در اول کتاب خودش رو اینجوری معرفی کرده که چی؟ اینجا دیگه میتونیم، نه اون یک کسی دیگریه که این کتاب رو نوشته، این نسخه رو. مؤلف özün fakirul-hakir azaf ibadullah الملک الولی، این برای اللهه، عبادالله الملک الولی، عبادالله که هم ملک هست هم ولی هستش. اسم خودش چی؟ عبدالله الکابلی. این عبدالله کابلی یک کتابی نوشته، دیگه نمیخوام این رو بنویسم. حالا قطع کتاب چیه؟
اندازه طول و عرض کتاب 25 در 16 سانتی متر. حالا این سانتی متر در این سالها چرا اینجا مثلا به سانتی متر می نویسه این رو؟ Gölde her sayfa 17 satırdan 258 varaqda varaq میگه صفحه نه، یعنی میشه 516 صفحه، شاید هم بیشتر. بله 16 صفحه، 516 صفحه. Varaqda kitabda İslam hükümetlerinin دوباره بریم پایین اینجا نوشته بشه تاریخین yazğanın sonunda اینجا یه چیزی نوشته علما و مشایخون ترجمه halleri دوباره اینجا یه شماره نوشته şairlerin tercüme hayatları yazılgan Munda Türk edebiyatı xadimlerinden 898'de vefat ettikan Emir Muhammed Ali 900'de در سال 900 وفات ettigan میر محمود 903'de vefat ettigan Benayi Ali Şir Nevai هم Şahguli Uyghur gibi zatlar hakkında معلومات var. حالا این دیگه خیلی در مورد این کتاب توضیحات زیبایی داده که منم این رو خوندم. حالا برمیگردیم به اینجا. این کتاب خیلی قدیمیه، یعنی الان 1400 و اینجا رو هم حساب بکنیم الان 1447 ازش اگر کسب بکنیم 864 رو کم بکنیم 583 سال پیش این کتاب نوشته شده. 583 سال پیش این کتاب نوشته شده. من در حالی که این کتاب رو میخونم برای خودم هم نوت برمیدارم، یادداشت میکنم یه چیزهایی رو که بتونم بعداً اینها رو حالا اگر وقت شد بنویسم. صفحه 8 هستیم. در آن زمان بی‌نظیر و خوش‌طبع و شیرین کلام و سخنور بوده، در شعر فارسی و ترکی مثل نداشته. در ترکی دیوانی دارد قریب 3000 بیت که جمله معتذر الجواب است، معتذر الجواب است، یعنی کسی نمیتونه این رو جواب بده به این اشعار. این جمله نه این که جمله، که جمله معتذر الجواب است. در فارسی نیز اشعار زیبا و قصاید غرا دارد. موندان سن نوایینون مجالس نفایسنده لطفینون فارسی شعرده آفتاب بله بیتگان قصیدسی با یک کلمه هستش که ایشون با آفتاب تمام کرده، اینو داره میگه. شعرده آفتاب بله بیتگان بیتن قصیدسی هم جامیغه ارز ایتگان به جامی ارز کرده. گر کار دل عاشق با کافر چین افتد دیگان. اینو گفته با این شعر که ما خوندیم قبلا. شعرleri hakkında yazılgan sözlerini söylü. حالا اینجا داخل دوباره کوروشه نوشته که این رو کتاب چاپخونه علاوه کرده به این کتاب. به تقدیر قادر عبیداندر. حالا عبیدان احتمالا نه این ادامه اون شعر فارسی که متن داشته می نوشته این وسط یه ترکی آورد، حالا داره ادامه اون کتاب رو که از چی در کتاب چی بود، در کتاب تذکرت و تواریخ اسمیلی کتاب ده که این کتابخونه هم قاضی کلان نوشته بود، در اون فارسی هستش. اون کتاب فارسیه، در اونجا حالا وسطش یه ترکی نوشته بود. دوباره به تقدیر قادر عبیدان در 17 شهر شعبان سنه 97 و 800 یعنی در ماه شعبان در 17 شهر ماه شعبان سال 977. من اینجوری خوندم ولی اینجا 97 و 100. حالا بذار ببینیم من اینو 97 و 100 رو و 800 رو بنویسیم ببینیم گوگل چی میگه این رو. گوگل اگه بیایم اینجا چی بود اون کتاب که خوندیم، گفتش که کجا بود
سنه 97 و 800 97 و 800 بذار ببین این چی می نویسه. این اگر بنویسه خیلی عربی، اینجا اومده گفته که این لینک، من این اعداد عربی رو بعضا قاطی میکنم، برای همین دارم این رو چی شد این کتاب کجا رفت؟ سبعه، هفت، تسعین، هشت، 89. یا چرا این اعداد 1 تا 10 رو بذار ببین اینجا ببینیم دیگه بهتره. خب واحد، اثنين، ثلاثة در لهجه عراقی، ثلاثة در لهجه فلان، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسعة، 9. خب پس اینجا چی شد؟ اینو یه بار دیگه برگردیم اینجا ببینیم چی شد. اینجا کجا رفت؟ سبعه، هفت و تسعینه، این میشه سبعه میشه هفتم، سبعه میشه هفتم، تسعین میشه نهم و سمان میشه 800. 800 و اینجا دو، حالا 887 870 8 اوکی 8 تسعین 9 897. اینجا هم 897 نوشته. خب اینم از این. یه مقدار در تاریخ ها به خاطر اون چیز فرق داره دیگه. سمانه از این مهنت سرای پریشان به جهان جاویدان انتقال فرمود. در این سال فوت کرده و مرقد شریفش در خیابان هرات واقع است. ببین هرات گفتیم مال ماست، مال ترکاست، نمیتونیم بدیم به فارسا. لطفی hakkındaki bu haberlerin خلاصesi şul. لطفی 800 من باید آماده بشم برم، یه کاری دارم. لطفی hakkındaki bu haberlerin خلاصesi şul. لطفی 897 خودش نوشته ترجمه کرده، من اصلا لازم نبوده این رو بیام بنویسم. اینجی یل شعبان 17. حالا اینجا چی میشه؟ 1492 14 ایون. حالا این در اومده کاملا تبدیل کرده به میلادی که در سال 1492 میلادی که میشه معادل 897 قمری gününde چی شرده بوده؟ 99 yaşında Yetüb vefat etti. Yetüb رسیده به این 99 سالگی رسیده و وفات کرده. یعنی ol 797 1395 yılda Tiresinde Toğan. Tiresinde احتمالا در قومش، در تیره اش. Tiresinde Toğan yaşlığında ulum zahiri yani tahsil ve tekmil etüp bitirganın sonunda şairlerge şiirlerin irginlerek Aytur yani tolid میده üçün Aytur'u için ilk in Ogay yol bulgan.
حالا این الکای بلغان، این الکای احتمالاً به دربار یکی رسیده اسمش ایک یا این اوکغای یا این اونغای، یه چنین اسمی باید داشته باشه. یول بلغان تصوف غ انتصاب اتقان، اینجا اتقان دوباره یک عدد یک گذاشته، هم شهاب الدین خیابانی عدد 2 گذاشته، غ مرید بلغان مرید اون هم شده. حالا این یک چی هست؟ تصوف غ انتصاب اتو ol zaman şairleri üçün bir şiir zemini bulgan bunun üstüne tasavvuf ehline hakimler gol tezmeganlar ala. حالا اینجا آلا، اینجا یه چیزی نوشته شده که نمیدونم ادامه داره نداره، افتباب شده. ergenerek söz ergenerek muamele ite alganlar. Ergenmek güvenmek یه چنین چیزی. ارچینمک، ما در زبان ترکی ارچینیرم یعنی به تو اعتماد میکنم. در آذربایجان در قره‌داغ این مشهور به کار برده میشد. حالا من اینو که میخونم به یادم میاد، خیلی کوچیک بودم این کلمات رو شنیدم. معامله ایت آلغانلر، اما تصوف ehlinden bulgan kişi artırarak söz söylese ani şünde o kafir deyip فتوا çıkarıp تلف etganlar. حالا یه عده آدم‌های عقب مونده بودن در اون زمان که اگر یکی بر ضد اونها یا جلوتر از اونها بهتر از اونها شعر میگفته بهش کافر میگفتن و اون رو تلف میکردن. حالا دومی چی بود؟ گفته که شهاب الدین خیابانی اینم میگه که گاراگöz نفحات الانس جامی در این کتاب نوشته. حالا دوباره برمیگردیم. üçün این اونغای یول بلغان تصوف غ انتصاب اتکان هم شهاب الدین خیابانی غ مرید بلغان ömrün zahidlikte ötgelergan سپری کرده. ötmek گفتیم که به معنی سپری کردن، گذشته، سوخته رفته. Türkü şiirleri üçün zamanında Melikül Kelam در yani edebiyatın padişahisi deyip atılgan. Farsi şiirleri hem bin müteber bulgan، اون هم خیلی معتبر بوده. bir müteber bulgan. Mevlana Cami gibi büyük şair hem hakim zat lütfini ihtiram etgan. از مولانا جامی جلوتر بوده یا همزمان بوده، در نتیجه همزمان با جامی میزیسته. میگه که حتی در نزد جامی هم بسیار معتبر بوده. احترام بلگان نوایی هم حسین بایگرا گib ol zamanın padişahları lütfini bin قدر گانلر، یعنی این رو قدرش رو زیاد میدونستن. گانماق ما این روزه هم بهش میگیم گاندن، منی گاندن مı؟ یعنی منو فهمیدی، متوجه شدی. گانماق متوجه شدن. Onun şiirlerinin mecmuası divani ol zamanda halk arasında big meşhur bulgan. Şiirlerinden başka yine ol elbette Şerefeddin Yezdini bulga yetişib. حالا این چی هستش؟ این وسط دوباره داخل کروشه هستش، یعنی اصل کتاب نیست، این در چاپخونه اضافه کرده. زفرنامه. حالا این آدم چی بود؟ بولغان. şiirlerinden başka yine ol zafernaame yani Emir Teymur'un hayatı hakkında hayatı hakkında yazılgan eserlerini 10.000 kadar beyt bile Türkçe'ye tercüme etgan olmuştu. Şöyle ol özünün ömrün ol zaman edebiyatı hem ilmi merkezi bulgan Herat'de. اون zaman Herat merkez زبان ترکی و ادبیات و شعر بوده، علم بوده. Herat bulganda ötüglergan Samarkand halkı Lütfi'nin yakşı şiirlerin gören vaktilerinde
özlerinin şairi sanakiden, sanardılar. Sanmak yani فرض کردن، قبول کردن، پذیرفتن. 3. حالا اینجا یه عدد 3 گذاشته رفته پایین که من این 3 رو بخونم و دیگه امروز یه مقدار هم میخونم و تمام میکنم. الان دیگه İstanbul محورلی اون 3 کی بود که شاعر özlerinin این سمرقند خلقی. حالا اینجا در مورد استانبول محرری köprülü zade محمد افندی، köprülü zade محمد افندی işbu şair sanaki doğrusunda Türk Yurdi 7. nümrede, Türk Yurdi 7. nümrede bir makale bastırgan. basmak چاپ کردن. در گذشته چاپ نبود. البته چاپ به معنی چاپ کردن یعنی با سرعت چیز کردن. چاپ یک کلمه ترکی به معنی 2 تا هست. یکی اسب رو سوار میشید چاپماق میکنید، یعنی اسب میدهد، معنی نمیده، خیلی بیمزه است. دوم چاپماق وقتی به این یه جایی حمله میکردن، اونجا غارت میکردن، اون غارت هم که سرعتش زیاد بود بهش میگفتن چاپماق. ولی هر دوتا به معنی اسب سوار کردن، اسب راندن هست، اسب سوار شدن و اسب نمیدونم حالا اونجا به فارسی چی میشه. چاپماق در فارسی نمیدونم، معنی نمیده، نداره در فارسی. حالا چی شد؟ بعد این باستırmak که امروز هم yayın basım میگن، این زمانی اومد که چاپ سنگی یا چاپ چیز اومد که یه دستگاهی بود، پرس، به چیزی که پرس امروز گفته میشه به انگلیسی، اون در زبان ترکی چاپ باسماخ میگن. باسنج الان به عنوان فشار هم به کار میره در علم فیزیک و اینها. باسنج، باسماخ یعنی فشار. این چاپ، دستگاه چاپ رو با فشار می آوردن یا سنگ رو با فشار می ذاشتن روی کاغذ و این چاپ می شد. حالا یعنی اون چیزی که نوشته شده بود اونجا بر روی کاغذ منعکس می شد. یک زمانی چاپماخ بود به معنی به سرعت چیز کردن و بعد شد باسماخ به معنی فشار که دوباره حالا الان دیگه چاپه ولی هنوز چیز دارن میکنن، باسماخ بهش میگن. bastırgan. Lakin 555. yol toğub 626. yıl vefa etikan. حالا اینجا توغلوب یعنی این چی بود؟ شاعر سکاکی نام یک تاریخی بوده. Toğrusunda Türk Yurdi 7. nümrede bir makale bastırgan. Lakin 555. yıl toğub 626. yıl vefat etgan nehvi hem müfessir Ebu Ya'kub Yusuf Sekkaki ile bu kişinin qəbri hazırda da Gulca yağında Xunxoy hem Gudit semende ki yılğələrin arasındaki قالو üzerinde. حالا این قبرش میگه که در یه جایی سمرقند کجاست؟ سمندگی. حالا از اینجا بگذاریم این داخل پرانتز بود، در مورد یک آدم دیگری بود. البته این در هم داخل کروشه بود هم داخل پرانتز، یعنی داخل کروشه یه پرانتز بود. پرانتز اینجا تموم شد. دوباره معروف اولوب پانتوسینین سکاکینün qəbri deyip yarğanan Qaragöz. Etmalen yazğanın Qaragöz xalq tərəfindən ehtiram etilərdir. Bu zat Çığatay xanının yakınlarından bulğan axir bir vəzirinin xəyanəti səbəbli Ulxan tərəfindən öldürülgan کشته شد، مجهوله، öldürülgan. Bu hakkında Karagöz Habib el-Siyar cildi 3 cüz-i 3 səhifə 28 Şahrux vaktinin məşhur şairlerinden Burlğan Semergandlin. حالا دیگه اینجاها رنگش پریده خیلی خوب دیده نمیشه، منم دارم شو میکنم
و ولاناسکا گینی بوتاب یورتگان سنغی سکاکی. سکاکی یک عربیدان بسیار مشهوریه که میگه این ترک بوده و خب کتاب زیادی هم نوشته بوده. حالا من اینو از کجا خوندم؟ Səmərqənd xalqı Lütfinin yaxşı şeirlərindən görqan vaxtlərində özlərinin şairi Sanakidən یا سکاکیدن özlərinin şakiri. یه شاعری داشتن سمرقندی ها به اسم سکاکی که گفتم خیلی عربیدان برجسته بوده، نحویدان و اینها که کتاباش هنوز هم خونده میشه در حوزه های علمیه. Uğurlab alğan. Hala این uğurlab چی هستش نمیدونم. Dip söyler bulğanlar. Harat şairi nevایی bularni معناسız işke حساب کرده، بدون معنی حساب کرده. یعنی زمانinde سمرقندکی سکاکی شهرت چیغارسه مشهور بوده. هرات یاغنده، هرات در هرات، لطفی بلغان. هرات در اون زمان که سکاکی در سمرقند مشهور بوده، لطفی در هرات به همون شهرت رسیده بوده. Her iki şairin tarafdarları öz şairlerin باقلاغانlar. باقلاغان حالا نمیدونم یعنی چی، یعنی گرامی میدارن. باقلاغانlar. لطفی şul zahidliğinde Harat'ın Kenardigan mahallesinde. Kenardigan احتمالاً یه محلی در اونجا بوده که اینجا میگه. ömr uzgarub vefat etgan هم خیابان دیگان گفته شده. یرده دفن ایتیلگان. خب دیگه من فکر کنم تا اینجا کافیه. صفحه آخر رو هم بریم یک چند سطر از صفحه آخر بخونیم. حالا من میخواستم یک چند شعرش هم بخونم که متاسفانه بذار ببینیم اینجا رو میتونم بخونم. یه شعر از کجا شروع میشه؟ Şahrukh Mirza Teymur balalarının همسی arasında همسی همه از کلمه هامı ساخته شده. همسی arasında da dindarlığı hem İslam şeriatini binlik riayet etici buluvi ile ayrılgan ol mağul memlekindeki mağul resmilerin baresinde kaldırıp şeriat hükümlerinin üstüne çıkargan. حالا دیگه اینجا از شعر اومدیم به این قسمت. من دیگه شعر دیده بودم اینجا. لبینün kim abi heyvanindin kalışmaz. Lebinin kim abi heyvanindin kalışmaz. Gözümün silidin imangil ahir. Gözümün sildin imangil ahir. Ki her bir mevci tufandın kalışmaz. İşinin itine kim bulsa goldaş, anın ikbali sultandın kalışmaz. Yazık kim tukmasın yaşımını la'lin, anın ikbali sultanındın kalışmaz. Uluğ bey khan bilir lütfi kemalin, ki rengin şehri Selmandın kalışmaz. Dahi mahbubesine garab itgan şehrinde nice kim buldu işinglin da nevایی گدا. احتمالا اینجا شعره. نه اینجا دیگه شعر تموم شد بالا. دخی محبوب سینه گراب اتگان شعرinde خطاب. گراب اتگان ettiği, hitap ettiği garab itgan şehrinde neçe kim buldu işkinin da nevayidin geda kavma lütfini eşitlikdin bir zekat-ı hüsn ana dahi iş bu. Hala اینجا ey nevایی چون sana معلوم ایماسıdır sereyb lütfini meyhanede aşufte görsan giyme kılmak eyb.
deyip nevayini hem zikr etgale gan hem anın şiirlerine nezireler yazgan. برای نوایی شعر نوشته. دخی اشبو ای yüzünün lohida mahfuz ayeti ümmül kitab toğmadı birlas ulusi din senin دیگ آفتاب. این هم یه شعری بوده. دیپ اول زمان دیپ اول زمان دا معروف بولاس اولغن. دیگه یه شعر اگه بتونیم ازش بخونیم، یه شعر کامل. اینجا احتمالا شعره. هم özünün محبوبesi üşbu uruğa mensup bulgan nun söylü. Dahit hata Türkiye'nin atı niçe bulsa. Gözünün şivesi andın galışmaz. Dip mahbubesinin gözün maruf Türk kabilelerinden. این شعر اینجا شعر نیستش، انگار که قبیله‌لerinden خطایların آتینه adına اخشاتmak شبیه کردن. خیلی زیبا. اینها رو بخونم من ترکیم بهتر میشه. احتمال میدم که ما در آذربایجان قره‌داغ ما بیشتر با به لهجه جغتای صحبت میکردیم. من نمیدونستم. خواجه آب deyip mahpusinden Lütfi Kelami bitse Semergendi'de. دیگه یه شعر میخواستم ازش بخونم حداقل دیگه بعد تمومش بکنم، ولی دیگه قاب گوسین اتحادی قاşi محراب دادور. احتمالا اینجا بشه. Leyletul Mi'rac'ın şerhi saçı ban yanındadır. Leyletul Mi'rac'ın şerhi saçı yanındadır. Wow, خیلی عالیه. خیلی عالیه. Leyletul Mi'rac'ın şerhi saçı yanındadır. Gab Gavs'ın ittihadi qaşı mihrabındadır. Mihrab در این خیلی زیبا. بیتinde حالا اینجا دیگه داره توضیح میده. بیتinde çaçan لیلت المعراجغه قاشın قاب گوسینگه خامه قدرت بیلتگان ونی مصحف دوری yüzü. احتمالا همون شعر ادامه، این شعر ادامه داره به این شکل نوشته. بذار ببینیم. ولی بیتinde گفته آخه Beytinde çaçan leyletul mi'rac qaşın qab gavsinge xami kudret bitilgan ve ni müshaf yüzü. Kim melahat ayeti mecmu anın babındadır. Dip نه این دیگه میگه دیپ bu وزن Kur'an-ı Kerim'ge ikinci bir yüzde. خب دیگه بریم که دیگه نتونستم یه شعر ازش اینجا، امیدوارم که شعر باشه. یه مقدار میرم جلوتر که از این از اینجا کتاب آخرش رسیدیم که. خب کتاب خوبی بود، وقت خوبی گذشت. امیدوارم که الله تبارک و تعالی سعادت دیگری بده. منتگزارم الله تبارک و تعالی رو که این روز رو برای من روزی کرد با این کتاب زیبا آشنا بشم و ترکیه من عمیق‌تر بشه و از مهندسی جهل دور بشم و آغشته بشم به تمدن فکری، معنوی، ادبیاتی، اخلاقی، عرفانی، فلسفی ترکی. خیلی خوشحالم و امیدوارم شما دوستان هم به این لذت برسید. لذتی واقعا زیباست، واقعا زیباست، به خصوص که خودم رو دارم آموزش میدم و از کسی آموزش نگرفتم. امیدوارم که بتونم بعدها یه آموزش سیستماتیک هم پیدا بکنم. به امید دیدار در روز دیگر، در روزگاری دیگر.